سلام. امشب به جای موشکاف خنده بازاره. یادتونه پس پریشبا علی گدا اومد تو تیوی ریش خط نشون کشید که قرار گله های ساندیز خور تو 22 بهمن بتره کنن؟ ایرانی ها گیر نیفتادن. حالا شما در 22 بهمن انشاءالله خواهید دید ملت ایران چه خواهد کرد و چه حضوری خواهد داشت. اون وقت معلوم می شود که آیا ملت ایران دستش بسته است؟ بعدشم یکی از جونورای باندش فرستاد تو تیوی ریش تا با آمار بافی و آمارسازی یه خالی سنگین ببنده و به دلواپسای سرگردون نظام دلداری بده. ما تخمینمون این هست که چیزی قریب به 4 میلیون جمعیت فقط در تهران حضور پیدا میکنه و چیزی در حدود 40 میلیون جمعیت در کل کشور. بله، طبق معمول بافتن تا بالاخره روزش رسید و کوه موش زایید. 22 بهمنی که قرار بود نمایش اقتدار نظام بشه تبدیل به خیمه شبازی شد که اونم با تعطیلی مدرسه ها و سربازخونه ها به راه افتاده بود. اینها تلویزیون خارجکی رژیم خودش همه چیزو لو داده. Well, of course, today people from all walks of life have gathered to celebrate the 36th anniversary of the Islamic Revolution of Iran. Different students from schools, universities, soldiers, government employees, ordinary people, and high-ranking officials. البته اگه اینو نمیگفتم معلوم بود. خود تصاویر تیوی ریش به اندازه کافی گویاست. بله، با این حساب 22 بهمن هم دردی از ولایت دوا نکرد و سند دیگه ای شد از وضعیت پتال عظما. بعدم شیخ فری رفت پشت تریبون تا فرصت و رو هوا بقاپه و با 4 تا سیخ و سنبه اعتدالی علی گدا رو هل بده به سمت نوشش زهر. یادتونه علی گدا گفته بود تحریما رو باید کامل بردارن؟ حالا حرفای شیخ فری رو گوش کنید. ما در طول 1 سال گذشته توانستیم بخشی از تحریم‌ها را کنار بزنیم، تحریم‌های غلط و ظالمانه، و شما می‌دانید قریب 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران که به ناحق بلوکه شده است آزاد کردیم. شما می‌دانید دور زدن تحریم را ما در طول 1 سال گذشته تسهیل کردیم. شما می‌دانید جلو ادامه تحریم نفتی که امریکا ظالمانه دنبال اون بود گرفته ایم. بفرمایید. تا همین جای کار لغو نسیه تحریما رو به ثبت داد و عظما رو سنگ رو یخ کرد. بعدم نه گذاشت و نه برداشت و بازم چماق رأی مردم و رفراندوم و کوبی تو عمامه ولایت. نوش جان. 36 سال از خواست مردم ما برای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ایران گذشت، اما آرمان ملت ما همچنان استقلال است و آزادی هست و جمهوری اسلامی. و اگر در فروع و اجرا چیزی مورد نظر باشد، باز هم در چارچوب جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخابات و صندوق آراء مردم خواهد بود.
منظورش اینه که علی گدا حواستو جمع کن. اگه بخوای بازی در بیاری و مگس تو زهر ما بندازی یه علم شنگهی به پا میکنیم که بیا و ببین. خب رفقا نظرتون چیه؟ نمایش جرخوردگی نظام ولایت و درموندگی آخوندا تو روز 22 بهمن رو ملاحظه کردی؟ اینه آخر و عاقبت دزد انقلاب. تازه هنوز اول کاری، جاهای هیجان انگیز قضیه مونده، نوبت عمام پرونی هم میرسه. Chicago.